علی اون سری کافه رفتیم چقدر شد؟ من میگم شام خوردم. گوشتم نیست. دوستش برای من جور می‌کنی؟ بذار ببرمش یه جا لاکچری بفهمه تنکیه. 2-3 تومن بعد هزینه کنی ها. یا تجملاتو کم کنیم علی. سنمو چی بگم علی؟ بذار اول اون بگه. راست میگه. هر چی گفت 2 سال بزرگتر. من غیرتیام. من غیرت روسای تو کشولو. علی دستو چیکار کنم؟ من باش دست بده دیگه عقب افتاده. زشت. حالا آرامشم. من دنبال آرامشم. علی خونمون بگم کجاست علی؟ هر محله گفت 2 تا بالاتر. راست میگه. اگه گفت درکه ایم بگو رو کوهیم. ایسکادو. من ماشین خارجی داشتم زدم تو کار. راست میگه. من ماشین خارجی داشتم زدم تو کار. آپول داد. حالا اگه دختر شبیه عکساش نبود چی؟ میگم کیف پولم تو ماشین جا مونده میام بیرون میپیچم. زشته. راست میگه. مگه من لنگ پول کافه ام؟ راست میگه. حساب میکنم. پیتزا سفارش بدم. مکی دوستش. دلم یه نفر رو میخواد که بمونه. باریکلا. دلم یه نفر رو میخواد که گم میکنه. مهدی ولی خیلی دختر خانومیه. دوستاشو نمیاره ها این. ولش کنین از اون 7 خطاست. میگم ماشین خودمه. دیت دومو میخوای چیکار کنی؟ راست میگم فروختم. مهدی بگو دوستاشو بیاره. مهدی دوست که من خونه غذا بپزه بیاره با خودش. زایه نیست مهدی؟ با کدبانو. میگی دوستش هم بیاره؟ بگم بابام چی کاره است؟ رو کارخونه داره. راست میگی. بگم من پسر عظیم زادم. نه فامیلی فرق داره. این معرفت بگو دوستش هم بیاره دیگه. سلام من دیت نمیام. راحت شدی بی